شاهکاری‌های ادبیات جهان، بهترین نمونه‌های نظم و نثر جهان. شاهکاری‌های ادبیات جهان، نیروبخش معرفت، شکوفایی شعور و پرتوافشانی فروغ فضل و حکمت در خانه دل شما. از ارمغان معنوی شاهکاری‌های ادبیات جهان بهره‌مند شوید. شاهکاری‌های ادبیات جهان از رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، گفتارمون را از سلسله خوانشی بدیعی از روی اثری نویسنده داغستانی رسول غمزاتوف داغستانی من در قرائت عبدالجلیل امان بشنوید. گفتاری 34. داغستان دروازه باکو. من به این دروازه قلف مستحکم میزنم. خودستایی میکرد پلکونیک ارتشی پادشاهی بیچریکوف و عاقبت پورت پتروفسک را ویران کرد. مهمانان ناخوانده بسیار بودند. چه پنجه های پلید به سینه داغستان چسبیده پیراهن آن را ندریدند. چه بیرق‌های در اینجا نمودار شده ناپدید نگشتند. چه بادهای نوزیدند. چه موج‌های سر به سر زده پاش نخوردند. داغستان اگر تسلیم نشوی ما تو را به بحر پرتافته غرق میکنیم. تهدید میکردن ناخوانده های اجنبی. همان وقت پدرم نوشته بود داغستان حیوانی را میماند که پرندگان از چهار طرفش نول میزنند. تیر پرانی بود، آتش فشانی بود، خون ریزی بود، دودی شخ و صخره ها به آسمان میپیچید. غلزار میسوخت، ابولها خراب میگشتند. آدمان از کسلی ها تلف می شدن، قلعه ها از دست به دست می گذشتن. چون این احوال 4 سال دوام کرد. زمین می فروختیم و اسب می خریدیم، گاو می فروختیم و خنجر می خریدیم. می گفتن همان وقت مردم کوهستان اسبان به سواره مانده شیهه می زدن. زاغان چشم مردگان را می کافتند. پدرم داغستانی آن وقت را به سنگ تشبیه می داد که از بالایش بسا دریاهای گوناگون غلغل افکن گذشته رفتند. مادرم آن را به ماهی مانند میکرد که به مقابل جریانهای پرتلاطم شنا میکند. ابوطالب به یاد میآورد کشور ما چیز سرنای نوازانی را ندید. خودی ابوطالب سرنای نوازی دسته‌ای پارتیزانی بود. قصه و تاریخی را که در وقتش به شمشیر ثبت کرده بودند حالا به قلم میدهند. حالا آن روزها را تدقیق نموده شهرت و دلاوری ها را بر می کشیدند. عالمان هنگامی بها دادن به قهرمانان میان خود بحثا می کنند. حتی می توان گفت جنگ می کنند. اما قهرمانان جنگیده شدند. راستی گپ به من اهمیت ندارد که کدام یکم بود و کدام دویم و کدام سیوم. یک چیز دیگری اهمیت دارد. انقلاب خنجری خود را از خون آخرین دشمنی کشتش به دامن چکمنی چرکسی پاک کرده در غلاف انداخته است. مردی کوهستانی از آن خنجر کیها داس ساخته است. نیزه تیز خود را او در قبط سنگای نیشابی خریده است. وی به سری سپار خم شده زمین خود را می راند. برزگافایش را حی کرده می رود. از میدان خود به عرابه بیده بار کرده می رود. داغستان در سری کوهی بلند بیرق سرخ افراشته بروتش را تافته است. داغستان سله امامی ساخته گاتسینسکی را خوسه کرد. خود امام را انقلاب جزا داد. گاتسینسکی در پیش سود چنین لابه و زاری نمود. آق پادشاه شامل را زنده مانند که یک تاری مویش هم کم نشد. چرا شما مرا می کشید؟ داغستان و انقلاب با او جواب دادند سری تو بر این آدم را شامل هم می بود از تن جدا می کرد و می گفت خائن را زیر زمین بهتر از روی زمین است. آره محکوم به جزا رسید اما کوه از آنجا نجنبید. کسی آبی دیده نریخت. شخصی به بالای قبرش سنگی نگذاشت. قیدمس علی خانوف سواری اسب سفیدش به واسطه بیش از 1000 سنتی فرار کرد. همراهش 2 پسرش هم گریختند ولی تیری پارتیزان‌های سرخ آنها را دریاب کرد. اسب سفیدی پلکونیک سرخم و لنگان به قلعه خنزخ برگشت. آنها تو را برای خطا انداختند. گفت
به حیوان بیزبان مسلم عطایف. داغستان را هم به همین راه انداختنی بودند. بیچرکف را هم زده پیش کردند. دسته های پراکنده او در موجای خزر غرق گشتند. موجا به هم رسیده آمین گفتند. آمین گفتند کوه ها هم. هر کس که در روی زمین دوزخ ساخت به دوزخ رود. در استانبول من به بازار رفتم. اورهای سابق مرا احاطه کرده پیرمردی را نشان دادند که از قبط ازدحام گذشته می آمد. وی به جوال شباهت داشت که غله‌اش ریخته است. این آدم کازینبای. کدام کازینبای؟ همان کازینبایی که با اسکرهای سلطان به داغستان رفته بود. نخواد وی هنوز زنده باشد. خیلی که میبینه تنی بجان دارد. ما را شناس کردند. داغستان؟ من اون سرزمین را میدانم، گفت پیری فرتود. شما را هم در داغستان میدانند، گفتم من. من به آنجا رفتگی. باز روید؟ پرسیدم من قصدم. دیگر نمی روم گفت او و به سوی دوکان خود شتابید. نخواد این مید سوداگری بازاری استانبول فراموش کرده باشد که در قاسم کند در خود سری زمین 3 نفر خاک پاشی بیگناه را کشته است. نخواد وی شخصی را به خاطر نآورده باشد که دخترکی کوهستانی فقط برای نافتادن به دستی یغماگران او خود را از بالای آن شخ هوا داده است. نخواد این سوداگر به یاد نآورده باشد که پیسرکی را از باغ داشته آوردند و او آلوچه‌اش را از دستش کشیده گرفته خورده بود و دانکش را راست به چشم آن بچه پف کرده بود. اما هرچی هم باشد وی فراموش نکرده است که با کرته و ایزاری تک گریخته بود و کوهستانی زن از قفایش چنین فریاد کرده بود: های پاپاختان را فراموش کرده. از داغستان غارتگران گریختند. دسنچیان بریتانی هم گریختند. کازینبای گریخت. سیدبای گریخت. نبیری شامل گریخت. سیدبای حالا در کجاست؟ پرسیدم من در استانبول. به عربستان سعودی رفتگی. برای چی؟ به کار و بار تجارت. در آنجا کمی زمین دارد. سوداگران در داغستان سودایتان برار نکرد. انقلاب گفت. بازار بسته. انقلاب تمام پلید و افلاسان را از سرزمین داغستان با جایروب خونین رو افته پرداخت. اکنون تنی فرسوده آن حامیان و نجات بخشندگان داغستان در کدام یک کشورهای بیگانه سرسان و سرگردان است. چند سال مقدم در بیروت کنفرانسی نویسندگان آسیا و آفریقا شده بود. مرا هم به آن کنفرانس فرستادند. بعضا نه تنها در کنفرانس بلکه در جایهایی که ما را تکلیف می‌کردند سخن راندن لازم می‌شد. در یکی از چنین شبنشینی ها من از داغستانم، از آدمان آن، از عرف و عادتهای آن نقل کردم. شعرهای شاعران گوناگون داغستان و از آن خودم را خواندم. بعد شبنشینی در زینه پای مرا جوانزنی زیبای از راه داشت. جناب غمزت، با شما گفتگو کردن ممکن است؟ برای من کمی وقت جدا کردن نمیتوانه؟ ما شامگاه در کوچه های بیروت سیر و گشت کردیم. از داغستان نقل بکنید التماس. همه اشیا نقل بکنه. خواهش می نمود همراه تصادفی من. آخر من نوکک 1 ساعتی دراز نقل کردم. باز نقل بکنید. باز شما بیشتر چیز را دانستن می خواهید. همه چیز را، هر آن چیزی که به داغستان تعلق دارد. من نقل رو سر کردم. ما توکلاً قدم می زدیم. هنوز یک حکایتم را با پایان نرسانیده او خواهش می نمود باز نقل بکنید. من نقل می کردم. شعری خودتون را به اوری خوانده دهید. آخه شما از خواندن من هیچ چیز را نمیفهمید. میلش، من شعر خواندم. هنگامی که جوانزنی صاحب جمال خواهش می نماید کس چی کارهایی را که نمی کند. بر ضمن این از گفتار او چون یک شفق و هوس صمیمی نسبت به داغستان احساس می شد که التماسش را رد نمودن ممکن نبود. یک سرودی اوری نمی خوانید؟ نه، من سرود خوانده نمی توانم. حاضر از من رقصم طلب می کند. گفتم در دل می خواهد من برایتان سرود خوانم؟ کاش که این دم ما به لب بحر برآمدیم که سطح آن را ماه منیر سبز گون کرده بود. اینک در بیروتی دور زنی صاحب جمالی به من ناشناس به زبانی برایم نامفهوم و نامعلوم سرودی داغستانی دلله‌ای را خواند. هنگامی که سرودی دویم را سر کرد فهمیدم که به زبانی قومیقی می‌خواند. شما زبانی قومیقی را از کجا می‌دانید؟
حیران شدم. افسوس که من آن را نمیدانم. سرود خواندید کو؟ این سرود را به من بابایم یاد داده است. چی؟ بابایتان به داغستان رفته بود؟ ها، به یک حساب رفته بود. کی؟ میدونید بابای من نوحبک تارکوفسکی پالکوونیک حاضر وی در کجاست؟ در تهران زندگی میکرد. همین سال از عالم گذشت. نزع جان بود و فقط خواهش میکرد که همین سرود را خوانم. این چی سرود است؟ سرودی مرغان مهاجر. وی به من یک رقص داغستانی را هم یاد داده بود. بینید، زن بسان ماه نو سراپان نور گشت، آزادانه بال گشاد و چنون خرامید که خوان بروی آب چنین میخرامم. بعد من از وی خواهش نمودم که سرودی مرغان مهاجر را بار دیگر خواند. او سخنان این سرود را به من ترجمه هم کرد. به مهمان خانه رفته این سرود را از یاد به زبان ابری گردانیده نوشته گرفتم. آره، به داغستان بهار آمد، ولی من همانا اندیشه میرانم کنیاز نوحبک تارکوفسکی به سرودی مرغان مهاجر چی مناسبت دارد؟ چی در کار یاد کردن آفتابی کوههای سرخ به شخصی که در تهران شاهی زندگی میکند، به پالکوونیکی که از کشوری انقلاب و از انتقام داغستان فرار کرده است، بدیل او حسرت و یادی وطن چیسان راه یافته است. اولها وقتی در ایران زندگی کردنش تارکوفسکی می گفت آنچه که به من و به داغستان روی داد خطای تقدیر است و من برای اصلاح این خطا به آنجا بر می گردم. تارکوفسکی و مهاجران دیگر هر روز به ساحل خزر می رفتند تا که از نویگری های داغستان واقف شوند، ولی هر بار می دیدند که در سر تیر کشتی هایی در خزر شناور بیرق سرخ جلوگر است. تیر ماهان زوجش از جانب شمال آمدنی پرندگان را دیده با حسرت سرود می‌خواند. وی همان سرودی مرغان مهاجر را هم می‌خواند. وقتای اول این سرود به کنیاز تارکوفسکی تماما معقول نبود. سالها گذشته، فرزندان کلان شدند، پالکوونیک پیر شد. وی درک نمود که از داغستان یک عمری محروم است. وی فهمید که تقدیری داغستان دیگر است. این کشور برای خود راه یگانه و درست را خود انتخاب نموده است. سپس کنیاز پیر هم سرودی مرغان مهاجر را سر کرد. پدرم گفت داغستان همراه آنهای نمی رود که همراه داغستان نرفتند. ابوطالب علاوه می کرد هر که اسب کسی دیگر را سوار شود زود از بالایش می افتد. خنجری ما به سر و لباس دیگرها نمی زیبد. سلیمان ستالسکی نوشته بود من مثل شمشیری بودم به خاک پنهان. حکومت شوروی مرا از درون خاک برآورد، زنگم را شسته تازه کرد و من درخشیدم. پدرم باز می گفت ما همه وقت کوهستانی باشیم هم فقط اکنون به قله کوه برآمدیم. ابوطالب علاوه نمود داغستان برا از خانه. مادرم گهواره جنبانده چنین اله می گفت بخواب آسوده در کوهسار امانی است، صدای تیر بین صخره ها نیست. ماهی اسم کوتاه فوریه اما چی ماه مهم است می گفت. این چنین ابوطالب در ماه فوریه پادشاه را از تخت افشاندند. در ماه فوریه لنین وکیلان مردم کوهستان را قبول کرده بود. آن وقتا زمان اولی روگوجب در وصل لنین چنین سرودی گفته بودند تو اول آمدی ما را شمردی آدمی کامل، تو خود دادی به دستی ما سپاه و فتح و نصرت را، چو از بیمی عقابان زاغها هر سوی بگریزن، ز خورشید لنین هم دور شد شبهای بیم افزا. خلق صغیر قسمت کبیر دارد. مرغان داغستان می سرایند، سخنان فرزندان انقلاب بلند صدا می دهند. این فرزند را کودکان می دانند و در وصفشان گپ می زنند. نام آنها در سنگ مزارشان ثبت گشته است، اما قبر بعضی قهرمان ها نامعلوم است. من شبانگاهان آرام در کوچه و خیابان های پایتخت داغستان گشت و گذار کردن را دوست می دارم. دمی که نام کوچه ها را می خوانم به پیش نظرم باز مجلسی رفقام های جمهور جلوگر می شود. مخرج دخدایف. من آوازی او را می شنوم. ما
مبارزان انقلاب، زبانهای ما، نامهای ما، خصلتهای ما گوناگون، ولی همه ما یک عمومیت داریم: صداقت به انقلاب و به داغستان. برای انقلاب و برای داغستان کسی از بین ما نه خون خود را دریغ می دارد نه جان خود را. مخچ را غارتگران دسته کنیاز ترکوفسکی کشتند. اورلوبی بویناغسکی آواز او را می شنوم. دشمنان مرا می کشند، آنها دوستانی مرا هم می کشند، اما انگشتانی به یک مشت پیوسته ما را یگان دشمن از هم جدا کردن نمی تواند. این مشت گران و با اعتماد است، زیرا که این را مصیبت های داغستان و غایه های انقلاب گره کردند. این مشت از گلوی ستمگاران خواهد گرفت. این را دانسته باشید. کمونیست جوان داغستان اورلوبی 28 ساله را دنیکچینیان کشتند. آنها او را در بیابان کشتند. حالا در آن بیابان لاله می روید. من آواز آسکر لیتسینسکی، قاضی محمد آغاسیف، قارون سعیدوف، علیبک بهادوروف، سفر دوداروف، سلطان سعید قازمبیکوف، پسر و پدر باتور میرزایفا، عمروف چاسکی را می شنوم. هلاکگشتگان زیادند، اما هر یک اسم اختر و سرود است. همه آنها قهرمانانی اند که ابدی جوان مانده‌اند. آنها چپایف شارس، شامیان‌های داغستان ما اند. آنها در اخته، در دره ایاکاکا، در لب نهر قاسم کند، در پس دیوار قلعه خونزخ، در خصب یورتی آتش زده، در دربند قدیمه ففتیدند. در دره عرقان سنگ نیست که برویش خون کامیسران داغستان نریخته باشد. در پس قطار تپه های مچاخ برای دستگیر کردن اهدریری بهادروف دام گذاشته بودند. تیمورخان شوره، پارت پترووسکی و همه 4 رود قویسو که اکنون در روی آنها به یادبود قربانیان گلها می پاشند چه خونریزی های دیدند. 100,000 نفر داغستانیان، کمونیستان و فدائیان هلاک گشتند، اما خلقهای دیگر داغستان را شناختند. میلیون‌ها نفر دوستان به داغستان سرخ دست یاری دراز کردند و دستگیری نمودند. داغستانیان گرمی این دستانی دوستان را حس کرده گفتند اکنون ما کم نیستیم. جنگ آدم تولد نمی کند، اما در آتش جنگ‌های انقلابی داغستان نو تولد شد. 13 نوامبر سال 1920 انجمن یکم فوق‌العاده خلق‌های داغستان دعوت کرده شد. در انجمن از نام حکومت استالین سخن کرد. او مختاریت داغستان کوهستان را اعلام نمود. نام نو، راه نو، تقدیر نو. این روز در تقویم‌های داغستان با خط سرخ اشاره کرده می شود. دیری نگذشته فرستادگان داغستان را لنین در خانه‌ای در کرمل بوده خود قبول کرد. پس از صحبتی طولانی برایشان فراموش ناشدنی، لنین موافق خواهش کوهستانیان به آنها صورت خود را با نوشته زیرین هدیه داد: برای داغستان سرخ این تحفه قیمت ترین است. زرگران کوبچه‌ای و دوریدگران اونسکولی برای این صورت چارچوبه بی‌نظیر ساختند. خودی همان سال از بندر مخچ قلعه کشتی نوی داغستان سرخ به شنا برآمد. ولی اکنون خودی داغستان به کشتی عظیمی که به بحر پیمانی نوی بزرگ برآمده است مانندی داشت. ستاره سحری نخستین ژورنال داغستان را چنین نام داده بودند: به داغستان صبح دمی. همه درها به عالمی فراخ باز گشتند. در روزهای دشوار جنگ گرژدنی، وقتی که در کوهسار دسته های گاتسینسکی فرمان روایی میکردند، پدرم از یک شریک درسی مدرسگیش مکتوب گرفت. در مکتوب هم درسی سابق پدرم درباره نجم الدین گاتینسکی و اسکران او نقل میکرد. پدرم در آخر مکتوب سخنان زیرین را خواند: نجم الدین از تو ناراضی. به نظرم همین خیل نمود که وی میخواهد تو به کمبغلان کوهستان با شعر مراجعت بکنی و در آن شعر حقیقت را در خصوص امام
حکایت بکنی. من همین را به ذمه گرفتم که با تو گفتگو میکنم و به او وعده دادم که تو این کار را میکنی. خواهش میکنم همین التماس منو درخواست امام را بجا آور. نجم الدین به جواب تو منتظر است. پدرم چنین جواب گردانید: مادام که چنین وظیفه را تو به ذمه گرفته ای، پس خودت درباره نجم الدین شعر نویس. اگر گپ درباره من میرفته باشد، من به آسیابی او آب سر دادنی نیستم. و السلام و الکلام. در خودی همان وقت بولشویک محمد میرزا خضرایف پدرم را به تیمورخان شور فریاد کرده تکلیف نمود که در روزنامه کهسار سرخ همکاری میکند. مراجعت به کمبغلان کوهستانی نامشعری پدرم انا در همان روزنامه چاپ شده بود. پدرم در وصف داغستان نو شعر میگفت، ولی با روزنامه کهسار سرخ همکاری میکرد. وقت در گذر بود. محمد میرزا خضرایف دختر یافت. پدرم را خواستند تا که به نوزاد نام گذارد. پدرم طفل را بلند برداشته گفت: زهره. ستاره های نو به دنیا آمدند. کودکانی که نام قهرمانان ففتیده را داشتند کلان می شدند. داغستان به گهواری عظیم شبه گردید. موجهای خزر داغستان را اله می گفتند. مملکتی بزرگ به سر داغستان همچون به سر طفل غمخوارانه خم شد. مادرم آن وقتا در وصف پرستو درباره گیاهایی که از قبط سنگ میرویند در ستایش گلهای تیرما سرودها خوانده اله می گفت. در خانه ما 3 پسر و 1 دختر همین اله های مادر را شنیده کلان شدند. در داغستان با 100,000 نفر پسران و دختران به وایه رسیدند. دهقانان و چارواداران، باغبانان و ماهیداران، سنگتراشان و زرگران، اگرنام ها و دختران، معلمان و انژینران، شاعران و هنرپیشگان به کمال رسیدند. کشتی ها شناور شدند. هواپیماها به پرواز آمدند. چراغان بی‌مثل و مانند فروزان گشتند. من اکنون صاحبی ثروتی بزرگم، گفت سلیمان ستالسکی. من اکنون نه تنها و نه فقط برای اولم، این چونین برای تمام مملکت مسئولم، گفت. پدری من. سرودهایم به پرواز آید، سوی کرمل شتابید. ندا کرد ابو طالب. نسل‌های نو در خلق جهت‌های نوی به وجود می آوردند. مملکتی بزرگ شوراها درختی عظیم است. داغستان یک شاخ این درخت. اینک به ما فرشتگان حمله آوردند تا که این درخت را ریشه‌کن بکنند، تن و شاخ و برگ آن را آتش زنند. آن روز حیات می بایست به جریانی مقرره خود می رفت. در خونزخ یک شنبه بازار بود. در قلعه نمایش کامیابی های خواجگی قشلاق ناحیه دسته جوانان برای فتح قله زینکوه رفته بود. تئاتر اوری نمایشنامه پدرم صندوق آفتها را تهیه می کرد. بیگاه می بایست تماشای اولین آن نمایشنامه برپا می شد، اما پگاهی صندوق آفتهای باز گردید که آفتهای دیگر را فراموش کردن لازم شد. پگاهی جنگ سر زد. فوراً از اولهای گوناگون مردان و جوانان، چوپانان و دهقانان دیروزه و حمایتگران امروزی وطن صف آمدن گرفتند. کمپیران و کودکان و زنان در بالای بامی همه اولهای داغستان ایستاده از پسی رفتگان نگاهی مدیده می کردند. رفتگان دور و دراز می رفتند، بسیاری ها ابدی. فقط چنین صداها به گوش می رسید: خیر مادر، سلامت باشید پدر، خیر تا دیدن داغستان، راه سفید فرزندانم غلبه کرده برگردید. از مخچ قلعه قطاره های پی هم می روند، گویا که کوه ها را از بحر جدا کرده می روند. آنها جوانی و قوت، زیبایی و تراوتی داغستان را می برند. این قوت به تمام مملکت لازم شده است. فقط چنین سخنان به گوش می رسیدند: خیر تا دیدن عزیزم، خیر زوجه مهربانم.
مرا پرتافتن نرفت همراهت بر، غلبه کرده بر می گردیم. قطاره ها روانند به آرام روانند. آموزشگاهی آموزگاری همان به یادم می آید. در نزد مقبره قربانیان انقلاب پالکی سواره داغستان صف کشید. کماندیر آن پارتیزانی سرخ قرای نامدار بود. سیماها جدی اندیشمند. پالک سوگند می خورد. پیرمردی 90 ساله در نزد پالک که به جنگ می رود سخن می کند. افسوس که من امروز 30 ساله نیستم، لیکن من هم با 3 پسرم رفته می توانم. بعد نامهای زیرین پیدا شدند: گروهی هواپیماهای خیر کننده داغستان، رده تانک‌های شامل، قطاره زیر پوش کمسمال داغستان. پدر و پسر در یک صف می جنگند. در کوهستان شهرت جنگی باز شل افکند شد. حلقه و دستپانه و انگشترین و کمربند، تحفه دامادان و شوهران، برادران و پدران، طلا و نقره، سنگ‌های گرانبها، محصول صنعتکاری‌های قدیمی داغستان را زنان ما به مملکتی بزرگ دادند تا که وی ظفر یابد. آره، داغستان به جبهه رفت. وی همراه تمام مملکت جنگید. در هر یک قسم حربی میان ملاحان، میان اسکران پیاده‌گرد، میان لیاچگان، میان اسکران ارتیلری، در همه جا داغستانیان را دوچار شدن ممکن بود. یکی تیرانداز و دیگری لیاچیک، یکی کماندیر و دیگری پارتیزان بود. از تمام جبهه‌های کلان به داغستان خرد خطی سیاه می آمد. اولی ما صده از 70 بونه عبارت است. قریب همین مقدار جوانان به جنگ رفته بودند. مادرم در زمان جنگ می گفت من بسیار خوب می بینم که بچه های سدگیمون در میدانچه پایان جمع می شوند. ویگاه در آسمان ستاره را دیده می گفت احتمال حاضر این ستاره را جوان اولمان هم در یگان قریبی لنینگراد دیده ایستاده باشد. وقتی که از جانب شمال به طرفای ما مرغان مهاجر پریده می آمدند، مادرم می پرسید شما جوانان سدگی ما را ندیدید؟ دختران و زنان کوهستان چنین نامهایی برایشان نامفهوم و دشوار تلفظ را از مکتوبها خوانده و از رادیو شنیده یادگی می‌کردند. کرچ، برست، کارسون، شفچنکوفسکی، پلایشتی، کنستانسا، فرانکفورت نماینه، براندنبورگ. آنها خصوصاً دو نام بوخارست و بوداپشت را فرق کرده نمی‌توانستند و حیران می‌شدند که چرا این دو شهر گوناگون است. آره، جوانان اولی صده به کوه‌های که رفتن نآمدند. شنوندگان عزیز، یادرس می شویم که شما گفتارمان را از سلسله خوانشی بدیعی از روی اثر نویسنده داغستانی رسول غمزاتوف داغستانی من در قرائت عبدالجلیل امان شنیدید. کارگردان موجیگول یوسفووا. پایان گفتار 34.